11 نفر زنان و بانوان جوان بیزنس نقشه خود را با ایده های نو معرفی کردند. این گروه زنان از شهر اسفره و ناحیه مسجد می باشند که می خواهند فعالیت صاحبکاری خود را آغاز نمایند. گروه زنهای جوانی صاحبکار کوشش کردند که هنگام معروضه عاید به نقشه کاری خود پورا معلومات داده از جانب سرمایه‌گذاران دستگیری یابند. معرفی بیزنس نقشه زنان و بانوان از جانب کمیسی بهاگذاری نظارت برده شد. در آینده من می‌خواهم که کار خود را صفتش را بلندتر برداشته و میزاجان خود پیشکش نمایم و به دیگر بیرون از وطن، اساساً میزاجان من از وطن خودم هستم و می‌خواهم که در آینده با دیگر بیرون از وطن خودم باز محصولاتی خود را پیشکش نمایم. این گروه زنان چند پیش به سمیناری آموزشی جلب شده طرز ترتیب دادن بیزنس نقشه و چگونه آغاز نمودن فعالیت صاحبکاری را آموخته بودند. سمیناری آموزشی در 3 منطقه جمهوری تاجیکستان، ولایت سوخت خطلان و ناحیه‌های تابع جمهوری گذرانیده شده. از بینشان زنان و بانوانی 5 شهر و ناحیه که بهترین بیزنس نقشه را پیشنهاد کرده بودند انتخاب شدند. بنا به گفته کمیسی بهاگذاری، حالا این گروه زنان عاید فعالیت صاحبکاری و ترتیب دادن بیزنس نقشه معلوماتی پورا گرفتند و به یگان مشکل ایده های پیشرفتی کار خود را بیان کرده می توانند. گفته می شود که این یک راه زیاد کردن صفی صاحبکار زنان جوان و هنرمند می باشد. با این وسیله سطح کمبیزاتی نیز در کشور پست کرده می شود. سالهای آخر خیلی خوب احساس می شود که زنان ما در این سمت، یعنی که در سمت نوشتن بیزنس لایحه‌های خودشان خیلی فعال هستند و آنها خیلی پیش صف هم هستند و یک زمره تشکیلات و سازمان ها هم از پی دستگیری آنها هستند. نادره اویزی و صاحبکار زن و در یک وقت منتور سمینارهای آموزشی میگوید به این گروه زنان و بانوان منتظم آموزش گذرانیده شده سواد اقتصادی آنها بلند کرده می شود. این گروه زنها که فعالیت صاحبکاری را آغاز کردن می خواهند با برابر ترتیب دادن بیزنس نقشه اینچنین طرز درستی کار با تشکیلات‌های غیر دولتی را نیز می آموزند، زیرا هنگامی به مشکلی دچار شدن با این تشکیلات‌ها مصلحت کرده برای برهم نخوردن فعالیت صاحبکاری خود کوشش کرده توانند. ما هم همچون زنهای صاحبکار میخوایم که زنهای جوان زیاد شوند و همه با بیزنس پلان کار کرده مقصد اساسی خود کارگاه خود را زنهای کمبیزات را صفی زنهای کمبیزات را پس نموده به زنها کمک کنند و آنها زندگی خود را یابند. دستگیری زنان و بانوان صاحبکار و گذراندن سمینارهای آموزشی در دایره زیر لایحه تهیه و تطبیق برنامه منتوری شاگرد تحریرکنی در جمهوری تاجیکستان روی دست گرفته شد. این اقدام از جانب تشکیلات جمعیتی میر عملی کرده شده. لایحه مذکور باشد از طرف برنامه رشد سازمان ملل متحد، لایحه مساعدت به سودا در آسیای مرکزی دستگیری کرده شد. مهلت عملی شوی برنامه باشد از ماه ایول سال گذشته 2020 تا ماه مارس سال جاری گفته می شود. گزارش فرزانه شمسی و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.